که دوستای از برادرای گرامی گندمزار ببینید گندمزار در شتات پنسیلوانیا آمریکا زمین بسیار هم به نهایت کلان شاعر گفته بود از زمین نان ریزه ها را چیده میمالم به چشم نان گرمی مهنتی را دیده میمالم به چشم. واقعا آمریکا خیلی هم زمین های کلان دارد حدود ندارد. این برای یک دهقان است دهقانی که این هم گندم پروریده است و حاصلش رو گرفته شده است. اون طرف مکه‌زار این هم بینایی که میبینید فابریکه مرغ است فابریکه مرغ. هم بچکای کلوله که میبینید در همونجا انبار است انباری دانه های در همونجا گرفته میمونند. هم گندم هم مکه مال یک نفر است یک دهقان است که در امریکا بسیار هم دستگیری کرده می شود از جانب دولت گرانت های زیاد داده می شود و وابسته که خیلی استفاده میکنند. تمام این نمودی تکنیک دارند همه شرایط برایشان مهیا کرده است. اما برزم این بعضی دهقانا البته شکایت هم میکنند که استخوافشان قیمت‌تر است چون که از همه نفرایی که دهقان است استخوف هم میگیرند خواهد نخواهد. این طرف خانه است اطرافش میبینیم خیلی به نهایت کلان است. باشد که باشه برادرای عزیز خدا نگهبانی همه ما و شما باشه.